سلام. شورای امنیت ملی میگوید که طالبان به خشونت‌هایشان ادامه داده و در 2 هفته گذشته 89 غیر نظامی را در 29 ولایت کشته و 150 تن دیگر را زخمی کردند. مردم قندهار علیه کشور ایران تظاهرات کردند. باشندگان این ولایت با شعار دادن میگویند ایران باید ظلم کردن علیه مهاجرین افغان را بس کنند. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی میگوید توریستان با حذف عالمان دینی نمیتوانند معنویت و دینداری معتدل را از بین ببرند. آقای محب امروز جهت احترام با پیکر مولوی عزیزالله مفلح خطیب مسجد شیرشاه سوری رفته و با دوستان شهید غم شریکی کرد. وزارت صحت عامه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 556 مورد مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده است. و سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، گفته است که روز گذشته 22 سرباز دیگر را در ولایت‌های سمنگان، کاپیسا و پروان آزاد کردند. طالبان 2 روز پیش 76 تن از سربازان زندانی حکومت را آزاد کرده بودند.